امروز قراره تو دو تا تیم 2 نفره همون به چالش بکشیم، اونم تو بازی ادابازی. با ما همراه باشید. این بازی مجازات داره. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. لیتس گو تو ویدیو. قانونای این بازی اینجوریه که تو دو تا تیم 2 نفره هر تیم 5 تا حدس و وحد بزنه که اگه از این 5 تا حدسش کمتر از تیم حریف بود اون تیم مجازات میشه. حالا مجازات چیه؟ حالا مجازات میتونه خیلی چیزا باشه، مثل خوردن کمربند. بریم برای معرفی کردن شرکت کننده ها. سلام، علیم. اومدم این بازی رو ببرم. یو واتساپ، امیرم 206 ندارم، هاچبک سلام، ابوالم. اومدم بازی رو با علی و امیر ببرم. دوستان به اصرار بچه‌ها منم وارد بازی شدم. جوادم اومدم همه رو ببرم. قراره برای یارکشی امیر و علی سرگرو بشن و با هم یارکشی کنن. از امیر و علی علی دو تا یک علی اولین بازی کنه. جواد. خب امیر تو هم اول تیم سا. حرف بزنی یا یارت؟ خودم میشینم. خودت حرف بزنی یا یارت؟ من خودم اجرا میکنم. شیر یا خط؟ علی امیر تو هم شیر شدی. منم شیرم. خط. اول ما شروع کنیم یا اونا؟ خب زمان هر مسابقه 45 ثانیه. کلمه اولو امیر اجرا میکنه، ابوالفضل حدس میزنه. بریم. چی بگیرم؟ چی بگیرم؟ چه صفحه‌ای باشه؟ نگاه کن تو چه چیزی بهتر حدس بزنم؟ خود چه سبکایی اول داره؟ مثلا اشیا عمومی، فیلم و سریال، مشاهیر، اماکن گردشگری، ورزشی، تکنولوژی و علمی، خوراکی، اشیا. جانوران، شغل، کتاب، تاریخ، انتزاعی، شهر، کشور، موسیقی، کودکان، کارتون، سلبریتی، فوتبال. اشیا 2 4 6 شیشا بریم؟ نه حالا بذار فعلا کم بریم جلو. راهی خب راحت راهی. آماده دارم؟ شروع کنیم؟ آهنگ. تو نه تو داشته باش. تو ضبط داشته. آهنگ. خب اشیا 4 امتیاز. 3 2 1. سفالگری. میز سفالگری. دو تا کلمه. خب اولیش چیه؟ قوطیه سفالگریه دیگه. اوکی سفالگری. کلمه اول سفالگری. کلمه دوم خب درست کردن سفال. بابا اسمشو من میدونم چیه، همین که تا میخوره. کوزه گلدون کوزه کلمه دومش حدس چی؟ سفالگری. ببین کلمه اول خب یارم کلمه اول سفالگری. خیلی خوبه. میتونی اینا بگم. 30 ثانیه فرصت داری. گفتی جان یارم نکش ناموسم. خب امیرینا نتونستن. تو قصد سفالی هم کوزش گفت. امیرینا نتونستن اجرا کنن حرکت اولشون. میریم برای دومی. مسئلاتونو میشنم واضحه به قرآن. علی چی بریم الان؟ ضرب المثل بریم؟ اشیا بریم؟ اشیا. اشیا مطمئنی؟
ولی چی داره صدا کنم میشنوه. خب آهنگ تازه پلی کرد. 2 امتیازی 4 امتیازی 6 6 مطمئنی؟ ها نه 6 تنی سخت نه 2 4 میریم 4 4 3 2 1 اشیای 4 امتیازی اسکی میرن فقط. همین 3 2 1 شروع. داری گل میکشی بادکنک. خب اولی بادکنک. بادکنک خورد زمین. یخچال. کمر. در رو باز کردی بیرون رو نگاه میکنی. داری میری یه جایی. این مربع مستطیله. دره. چکشه. یه جور دیگه برو. لیوان. عرق. دست. عرق. آب. بادکنک آبی. خوردن بادکنک ترکیبا. بادکنک رو پرت کرد. بادکنک رو پرت کرد ترکی تو روش. بازیه. در زدن. چی بود؟ شیشه بادکنک شیشه ای جواد ایچی چیه الان؟ و تمام. تسلیت. برای شروع شدن دور دوم بازی آماده ای؟ بچه آماده ای همگی؟ برو بریم. همه آماده خب خب امیر چی بریم؟ خب یه بار بگوشون. شغل 6 برو. شغل 6 امتیازی میخوای کلمه زدم آهنگای تی ام داخل گوگل بعد تی ام بکس آورد. یه بکس پیش بدی. 3 تا کلمه. کلمه اول تو پوش کت و شلواره. اداره خود. اداره قوه قضایی. اداره خوندن. مدرسه. معلم، مدیر، معاون، ناظم. آبدارچی. معلم، مدیر، ناظم. رئیس، مدیریت، ریاست، رهبری، مؤدب، منظمه، معلم، مؤثر، رئیس بانک، ریاست بانک، رئیس بانک. اینی که فرسامم بگو. اصلا تو 3 تا کلمه به من نشون دادین. اولی ها به مربوط کدومه، یعنی دومی فقط بیشتر. خب اولی خب تو اولی هم تو هم ریاست رو گفتن دیگه کدومه؟ رئیس، ریاست، مدیر، ناظم، چی؟ خودشلوار، رشته، رئیس بانک، رفتی تو مدرسه باید داری اینجوری خب من میخونی. میگن آیا مهندس شد. خب مهندس تو مدرسه هست. فوتبالی گرفتی تو؟
فوتبال چند؟ 4 فوتبال چند 6 بزنم؟ توپ چند کلمه است؟ 3 کلمه. توپ اولی توپ هست. دومی دروازه. سومی گل زدن با توپ دروازه. شوت به سمت دروازه. لبخونی نکن خطا میزنم. اولیش توپه، دومیش دروازه است، سومیش دروازه است. خب دومی چیه؟ تیرک، چارچوب، دروازه. تور سومیه. تور دروازه سوم. اولی توپه، سومی دروازه. دروازه‌بان پنالتی، محوطه جریمه. شوت زدن بابا شوت زدنه چه کاری انجام میده؟ توی دروازه. توپ توی دروازه. توی دروازه نبود. به خدا توپ توی دروازه نه. بود. نه او حساب نیست. خوش شما دیگه. جواب خود توپ توی دروازه، توپ تو دروازه. نگو تویه، گو تو. گفت توپ. بلش آقا خودش شبیه کنه، خودش داری میخنده. دور طلایی هر کی این دور رو ببره اون تیم نتونه نصر بزنه برنده است و میره سراغ مجازات. امیر بگو درباره چیه حداقل؟ صبر کن تو چی کار داری؟ بگو درباره چیه راحت تره. بابا اجازه کن. 3 2 1 چت بارون شهاب سنگ تگر برف موشک چت خب سنگ اجرا کن تو که من الان چیه؟ چند کلمه است؟ این چتره اوکی؟ اینی که الان میگی چتره؟ این مهم نیست. بارون خب اوکی بارون با سرعت بارون پرشتاب برف تگرگ برف گوله برفی شهاب سنگ بارون آتیش بابا این چیه؟ ادامه 30 ثانیه. بارون پرشتاب بارون با سرعت این چی؟ آتیش بارون تو آتیش این چیه الان این چیه؟ 10 ثانیه. بارون تمام. خیلی جواد بیا آخرشو نگاه کن اصلا میگه رد و برق شد. حتی آخرش چجوری آتیش کش شد؟ رد و برق زد آتیش کش شد نمیفهم. علی فوتبال 2 امتیازی. علی ما 2 امتیاز هم میگیریم بردیم. چی بگیرم 2 امتیاز؟ من فوتبال بلد نیستم. چی بگیرم؟ شغل 2 امتیازی. خوبه؟ علی شیر یا جانور 2 امتیازی. جانور 2. جواد جان خاموش بشه. خب 3 2 1 همین آمجون قربش میدونم قربش بال میشاش بالا میشش بلنده قربش میش بلند پیتر پارکر قربوش میشاش بلنده میش قربوش
دندون خرگوش اولین حرف دومین حرفش گوش، سومین حرفش بلند دراز. خرگوش گوش دراز. خرگوش گوش دراز. اوه هم میگن درسته. پچنه خرگوش گوش دراز. ایگو چی؟ ایگو چی؟ خرگوش گوش دراز. این نمیشه خرگوش دراز. خرگوش دراز. خرگوش گوش دراز. خر گوش درازه. خب بزن کودکان چهار. مرسی. کودکان چهار امتیازی آهنگو. دار میزنه. دار. دار. دند تناب دار. تناب. درست. یا 7 امتیاز گرفت. تایم داریم. تایمش نه درسته. خب نوبت ما. فوتبال 6 فلش خاموش. برو. شروع. 7 کلمه 10 کلمه. یک کلمه. خب. دروازه‌بان. دروازه. تو. دیوار دفاعی. دو کلمه. دو تا دیوار دفاعی. دیوار دفاعی داره. دیری. خط دفاعی. مهاجمی تو. پست مهاجم. هافک. هافک درسته؟ درسته. خدا رو شکر. امیر هافک درسته؟ خدا رو شکر. بابا من داشتم اونجا ثانیه هم زد. دور آخره. نه تو باز بشین. دور آخره ببینیم کی برنده میشه. راجب چی میخوای بزنی؟ اشیا 2 و 6 داریم. عمومی داریم همه چیشو. خوراکی، جانوران، شغل، خواهی جانوران شهر و خوراکی کشور، ها بزنی. تاریخ، کودکان خواهی موسیقی، جانوران یا خوراکی. کارتون، سلبریتی، کودک. من میخواد کودکان رو 2 زود بگیمش. بزن. کودکان 2. نه واسه نه. تو چه گفتی؟ تو شیارا گفتی؟ ها؟ تو شیارا گفتی؟ نه چه؟ شیارا گفتی که ها گفتم چیز خوراکی یا حیوانات. جانوران 4. جانوران. تعویض یا همین اصولو پس رفت فکر کنم. زاریه خواهی عوضش کنم میتونی عوضش کنی. عقاب. کلمه اولش عقاب. کلمه دوم عقاب تیزبین. جواد گفت جواد قراره خودتون سخت‌ترین حیوان جانور نشون بده. 6 دیگه جانور 6. چی جانور 6 زدیم دیگه دور شد. همین 3. جواب فکر منم باش. صدای اینم زیاد کن. 3 نمیفهمی ها. واس میفهمم. 3 2 1. تو کلمه اردک پنگوان مو تو گاوی؟ با دهنشون نداری. تو چی؟ تو لاغری شاخ داری. برو دومین حرف شاید داری. هیولاه شیر گل برد جواد پلنگ پر داره کانگورو حیوونه حیوان وحشی حیوان وحشی زاده حیوان وای علی خود چه اصلا اینم حیوانات اهلی خالی بود. نه خب میگم حیوانات وحشی که گفتی که تو اینجوری کردی حیوانات اهلی
باز نه نبریم. نه من معلوم. باش من جواد دیگه باز. جواب نمیده. خب یه دونه کم اینا همینا که تو شهر گنگ باز در همین جواد چجوری الان بزنم اینجوری که نمیشه باید نمیشه. به ای بزن یکی تو. بزن. یکم داره باز میزنه گنگ زاده ها. یه تش جواد بازیه شرمنده. یا جواد در نداشت. امیدوارم دیگه وقت نمیده. امیدوارم از این ویدیو خوشتون باشه. لایک کنید تا فراموش نشه. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.